فکر میکنم لازم باشه چیزی رو که میخوام بگم بشنوید. مدتیه که در اکسپلور اینستاگرامم تصاویر رو میبینم که بعضی از خانم‌های آقایون شروع میکنن به رقصیدن، ابیاتی رو از مولانا میخونن مثل خوش باش که هر که راز داند که خوشی خوشی کشاند، یا گروهی آدم‌هایی در حال مدیتیشن کردن هستند و همه مسائل رو در حقیقت پاس میدن توی بازی ذهن و همه چیز رو ذهن میدونن، اصطلاحاً آلیز مایند. درک میکنم که دوستان دارن تلاش میکنن که این فضای آشفته رو کمی احتمالاً بهتر کنن، این عصبانیت و ناراحتی به خاطر شرایطی که برای ما وجود داره. اما چند تا حقیقت اینجا گم میشه. نکته اول اینه که شما هرگز نمیتونید معنای درستی به غم بدید اگر غم رو و درد رو و زجر رو درک نکنید. حتی سردمداران این مسائل مثل آقای بودا تمام زندگی خودش رو صرف این میکنه که بتونه همین درد رو درک کنه و این رو پیدا میکنه. یه روزه به این نمیرسه. اگر شما دستت زخم شده باشه و اینکه دستت رو بذاری توی جیبت، این خوب نمیشه. اگر خونت در حال آتش گرفتن باشه، شما با مدیتیشن کردن هرگز نمیتونی تصمیم درستی در اون لحظه بگیری. شاید حالا بعدش بیایی و بررسی بکنی. برای همین به قول روزبه بمانی که میگه ما قوم در تاریخ جا مانده، جداً کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده. حتی اگر میخوایم کمک کنیم باید برگردیم و مطالعه کنیم ببینیم آیا سردمداران این مسائل هم خودشون اینجوری با غم و درد برخورد میکردن. یا وقتی از مولانا صحبت میکنیم و این بیتش رو میگیم، فراموش نکنیم که مولانا وقتی دفعه اول شمس رفت همه روح و روان و زورش رو گذاشت که بتونه اونو برگردونه. یا در اون لحظات آخرون بیتی رو که به فرزندش میگه چه غم بزرگی در درونشه که رو سر بنه به بال این تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. و نکته آخر این که شما با این کار که میگید که من خوشم، من خوشحالم، من خدا رو پیدا کردم، باعث میشین که آدم‌هایی که احتمالاً غم و اشک دارن فکر کنن که احتمالاً اونا خدا رو گم کردن. اینجوری نیست. یک انسان سالم میخنده، گریه میکنه، غم داره و در اصل سعی میکنه که غمها رو حل کنه. پس اگر گریه میکنید، اگر غم دارید، اگر خوشحال نیستید در این شرایط، شما انسان مشکل داری نیستید. خدا رو هم گم نکردید. دوستای من، اجازه بدین که غم درک بشه تا بتونه عمیق در زندگی هامون حل بشه. ما قوم در تاریخ جا مانده، جداً کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده.